همین کدام تبافکرم شاروخان هر روز گویان که همین شاروخان معقولایتون ای قبایرق همین این دیاره دا ویدیوی ما رو میکنین. ببینه که جوانهای مسلمان تا همین درجه را فاسق و بی حیا شدیان که در پوبلیک برآمده دشنامی فحش میکنن. ای و اخلاقی بی تربیه، فکر نمیکنی که همین خیل سخنان فحشی تر زنها و کودکان میبینن؟ همین سخنهای فحشی تر خواهر و مادرت بشنوه میفورد. اصلا در امو بالای گردنت کله است یا بنکه تمک. در اهل گو کلون شده که نمیدونی در جای جمعیتی چگونه رفتار کنی. این کارهای تو نه از روی شریعت درسته نه از روی آدمگری. تو مسلمان شده نمیدونی که دشنام فحش دادن فیسق است، انسان فاسق میشود. فکر نمیکنی که در روز قیامت از این همه بد اخلاقی ها پرسیده میشوی؟ حتما باید پیش راه چنین بد اخلاقی ها گرفته شود، ورنه نسل جوان اینها فاسد میکنن. این نتیجه دور ماندن از مسجد و تعلیمات دینی است. وقتی جوانان ملت از مسجد و پند و نصیحت دور باشند، از این بدترش را هم انتظار باشید. الله بر ما رحم کند.